به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی در حوزه روانشناسی شروع میکنیم. آنچه که زنان دوست دارن بشنون ولی مردان نمیگویند. نوشته دکتر باب برکویت و راجر گیتنز. مترجم اکرم شکرزاده. دفتر فروشش هم انتشارات چاپ ملینا در قم هستش که این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب شامل 15 فصل، مقدمه و شروع فصل ها. با من همراه باشید که مقدمه رو شروع کنیم و بعد بقیه کتاب رو با هم کشف کنیم. مقدمه. هر وقت آپارتمانم را ترک می کنم، سایه های قوی جثه ای را می بینم که با بارانی های بلندشان مرا تعقیب می کنند. تلفن مرتب زنگ می زند. باید بگویم که کسی همه ایمیل های مزخرف من را خوانده است. کارت هایی که همراه نامه هایم بودن گم شده اند. فکر می کنم نقابم کنار رفته است. وقت زیادی ندارم. آنها به سراغم می آیند. آنها اعضای یک گروه سری قدرتمند هستند. سالهای زیادی را صرف تحقیق درباره مراتب عجیب آنها کردم و حالا می توانم شناساییشان کنم. تنها دلخوشیم این است که قبل از اینکه مرا ساکت کنند همه چیز را بگویم. منتظر باشید. صدای شکستن شیشه ها را می شنوم. لامپ ها خاموش می شوند. صفحه کامپیوترم ناگهان سفید می شود. دیگر دیر شده است. آنها اینجا هستند. گلوله شلیک می شود و مرگ. بفرمایید. این هم خیال پردازی پارانویایی. گرچه مردها بسیار مرموز هستند، من نگران مجازات گفتن تمام واقعیات یا تا جایی که من درک می کنم در مورد چیزها، چراها و دلایل نیمی از انسانها نیستم. در حقیقت زمانی که شروع به نوشتن این کتاب کردم، مردهای زیادی حاضر شدند به من کمک کنند. آنها ساعتهای زیادی را صرف صحبت کردن در مورد زندگی و علایقشان کردند، به این امید که زنها آنها را بهتر درک کنند و شناخت بهتری نسبت به آنها کسب کنند. همکاریشان مرا شگفت زده کرد، چون مردها خیلی سخت از پشت دیوار سکوت بیرون میآیند. ما به تنهایی صدمه میبینیم، به تنهایی امیدواریم، تنها غم میخوریم و تنها شادی میکنیم. اما انگار خوشبختانه مردها شروع به کنار گذاشتن کلیشه هایی کردند که مدتها خود را در آن اسیر کرده بودند. کاوبوی دلتنگ، عقاب تنها، شکارچی ها و قهرمانان قوی و ساکت. ما هنوز هم در آنچه روسی ها گلانسوس سیاست فضای باز مینامند خوب و قوی نیستیم. سوالهای بی جواب زیادی در مورد مردها وجود دارد و زنها مجبور شدند که به زنهای دیگر رو بیاورند تا این خلا را پر کنند. مثل آنالیزهای سیاه روی پرونده های سری و اسکن تعداد زیادی از عکس‌های ماهواره‌ای میماند. زنها، خبرنگاران، روانشناسان، جامعه شناسان و منتقدان سیاسی تحقیقات خود را به صورت کتاب یا مقاله های مجله درآوردند و در آن مردها را از هر جنبه‌ای بررسی کردند. فرد اصلی این کتاب که در مورد مردهاست و توسط یک مرد نوشته شده این است که منابع اولیه هر تحقیقی نشان دهنده میزان دقت و درستی آن است و من به عنوان یک روزنامه‌نگار قادر به کسب مستقیم بینش و دانش بیشتری نسبت به موضوع تحقیق یعنی مردها خواهم بود. طرز بعدی این است که بیشتر خوانندگان من را زنها تشکیل می‌دهند. بعد از کار به عنوان مجری برنامه امروز با مخاطبانم آشنا شدم. 2/3 بینندگان برنامه را زنها تشکیل می‌دادند. آنها گزارشات من را می‌دیدند و با دقت به آن گوش می‌دادند و به برنامه نامه می‌فرستادند یا تلفن می‌کردند و همیشه به دنبال اطلاعات بیشتری بودند. عجیب آنکه اطلاعات زنها در ارزیابی تأسیسات دفاعی استراتژیکی جنگ ستاره‌ها نسبت به ارزیابی مردها در زندگیشان بیشتر است. در حالی که تا چند سال پیش فقط تخت‌های 2 نفره به طور مساوی تقسیم می‌شدند و نه چیز دیگری. تبعیض جنسی
سالها ذهن زنها را به خود مشغول کرده است و آنها مدام به معایب جدی آن فکر کردند. سردرگمی، اضطراب و خشم که بسیاری از افرادی که در تاریکی رها شدن احساس می کنند باعث تنش و عدم درک می شود. زنها سعی دارند جوابها را پیدا کنند ولی فقط در جا می زنند و دور خود می چرخند. من اولین کسی بودم که در تاریخ اخبار تلویزیون صدای مردها را منعکس کردم و ستونی را در روزنامه ویژگی پادشاه به مردها اختصاص دادم. درست همان موقع بود که زنی را ملاقات کردم و او از من پرسید که موضوع کتاب چیست و در مورد چه چیزی. گفت که دوستی به نام داگ دارد. سالهاست که همدیگر را میشناسند و داگ نقش جاسوس آن خانم را بازی می کند و تمام اطلاعاتی را که در مورد مردها نیاز دارد از پشت درهای بسته مردها برایش می آورد. هر وقت زن به توصیه هایی در مورد مردها نیاز دارد او آنجاست. منظور او چه بود که گفت؟ چرا؟ نمیفهمد که. مراجعه زنها به من وقتی که نیاز به جاسوسی دارند تا بین مردها برود و با روش‌های متفاوت وارد قلمرو مرموز آنها شود به من لطمه میزند. اما حاضرم برای چنین مأموریت دشواری داوطلب شوم، اما نه وقتی مأموریتی غیر ممکن است. تجهیزات و سلاح‌های مختلفی وجود ندارد و من مثل مأمور مخفی که سهل الوصول است عمل می‌کنم. این وظیفه سنگینی است. خبرهای خوب و بد زیادی برای گزارش وجود دارد. باید مهارت‌های فریب قاصدها را یاد بگیرید. در صفحاتی که پیش رو دارید چیزهای زیادی در مورد مردها خواهید فهمید. مطالبی را که قبلا نمی‌دانستید و مواردی را کشف خواهید کرد که می‌دانستید ولی حتی خودتان هم نمی‌دانستید که می‌دانید. فصل‌های زیادی را به مردها و زنها اختصاص دادم و سفرهای مختلفی در امریکا رفتم تا مطالبی را برای برنامه‌ها، ستون‌های روزنامه و سخنرانی‌هایم جمع‌آوری کنم. مورد لطف و محبت غریبه‌ها و بسیاری از دوستان قرار گرفتم که در مورد خصوصی‌ترین مسائل زندگیشان با من حرف زدند. اسمها و نام شهرها را تغییر دادم، اما داستانها واقعی هستند. خوشی‌ها و ناراحتی‌ها وجود دارند و این شما هستید که تصمیم می‌گیرید چگونه از آنها برای ساختن زندگیتان استفاده کنید. گاهی اوقات از این مطالعات و نکات در سوال و جواب‌های مستقیم استفاده می‌کنم و این فرصتی به من می‌دهد که وانمود کنم حرف‌های خودم است. آنچه واقعی است تلاش من به عنوان یک واسطه راستین اطلاعات است. افکار و توصیه‌های محکم و خوبی دارم که آنها را بیان می‌کنم. همانطور که در نظر صبح بخیر امریکا، شبکه فاکس نیوز، CNN و در گرد همایی‌های دیگر گفتم و در آخر صبر می‌کنم و اجازه می‌دهم تا خوانندگانم فکرشان را سازماندهی کنند. هر روزنامه‌نگاری با میزان تأکید متفاوتی این سوال را مطرح می‌کند: چه کسی در چنین جهنمی گیر کرده است؟ جواب این است: خودم. در شروع همکاری با NBC احساس کردم انگار وارد اتاق پخش اخبار پنتاگون شدم. متوجه شدم که هیچ گزارشگری برای پوشش اخبار ارتش و جنگ تعیین نشده است. مدت‌ها بود که برنامه امروز در برنامه‌های ورزشی، پزشکی، فیلم و سیاست خود به مسائل زنان می‌پرداخت و مردها حتی به فکر اقدامی در این زمینه هم نبودند. به عنوان یکی از مجریان کلیپ‌های نمایشی می‌توانستم تغییراتی را به وجود بیاورم. بعد از مدت‌ها بالاخره توانستم به عنوان یک نویسنده و گزارشگر مرد به رسمیت شناخته شوم. من یک مرد هستم و از بابت این مسئله خوشحالم. تفاوت بین زن و مرد برایم خوشایند است. همین تفاوت هاست که همانند بوته‌ای آتش می‌گیرد و زن و مرد را برای همدیگر جذاب می‌کند. با تولد هر کسی کارت اعتباری دیگری صادر می شود. مادرم در نیویورک پلیس بود. دوست دارم بگویم که مرا در رحم خود حمل کرد و به من یاد داد که دنیا فقط برای مردها نیست. دنیا برای کسی است که سرزنده و دوست داشتنی و آماده زندگی است. پدرم هم پلیس بود.
او مسیر زندگیش را عوض کرد و روانکاو شد. او نویسنده پرفروشترین کتاب سال چگونه بهترین دوست خودمان باشیم شد و من برای نوشتن این کتاب از او الهام گرفتم. مردها و زنها می توانند بهترین دوستان هم باشند. دوست دارم پیرامون مقدمه کتاب بگویم چیزی که روبروی شماست کتاب است، نه تلویزیون یا صحنه‌ای از گوشه خیابانی شلوغ در پایین شهر منهتن. زوج خوشبختی که سوار تویوتای سبزی بودند گم شدند. مرد که از روی عصبانیت اخمایش را در هم کرده بود پشت فرمان و همسرش در صندلی کنار راننده نشسته بود. زن که لبخندی به لب داشت نقشه شهر را از پنجره باز ماشین به من نشان داد. با وجود اینکه خیلی شلوغ بود شنیدم که به دنبال تونل هلند بودند. وقتی سعی می‌کردم که به بهترین وجه مسیر را به آنها نشان بدهم خانم به سرعت آدرس را روی کاغذ یادداشت کرد. مرد مرتب با رادیو ور می‌رفت و به کارهای بیهوده مشغول بود و تلاشی برای بیرون رفتن از خیابان‌های پرپیچ و خم و گیج کننده‌ای که سبب عصبانیتش شده بود نمی‌کرد. آدرس مشکل نبود. باید به راست می‌پیچیدند. چند بلوک پایین‌تر تونل بود. همین که رفتم با خودم فکر کردم که خیلی از زنها در چنین شرایطی قرار می‌گیرند. بیشتر مردها حتی خود من که یکی از آنها هستم نمی‌توانند توقف کنند و آدرس را بپرسند. این برخورد ریشه در اجدادمان دارد که بر پشت اسب سوار می‌شدند. مطمئن هستم که اگر شما هم به جای آن خانم در تویوتای سبز بودید همینطور برخورد می‌کردید. آن خانم از هر ابزاری برای التماس متقاعد کردن و حتی گول زدن آقا استفاده کرده است تا توانسته بالاخره او را متقاعد کند که بایستد تا چند سوال ساده بپرسد مثل ما کجا هستیم و چگونه میتوانیم از اینجا خارج شویم. این کتاب را برای آن خانم، برای شما و هر زن دیگری که میداند به کار بردن روش‌های غلط او را به مقصدش نمیرساند نوشتم. رفتار خانم‌ها من را یاد لطیفه کشاورز و مرد غریبه‌ای می‌اندازد که دنبال شهر بنگور می‌گردد. کشاورز می‌گوید بنگور می‌خواهی بروی؟ وقتی به انبار قدیمی رسیدی به چپ و یا نه به راست برو. بعد مکث می‌کند و می‌گوید از اینجا نمی‌توانی به بنگور بروی. اگر خواستار یک رابطه قوی و محکم با مردها هستید، اگر می‌خواهید خوشبخت شوید باید بیشتر در مورد مردها فکر کنید. می توانید از همین جا شروع کنید. خب با توجه به اینکه این کتاب 15 فصل هستش و خیلی طولانیه من عناوین فصل‌ها رو برای شما میخونم و بعد کتاب رو از فصل اول شروع میکنیم. فصل اول مردها متفاوتن. فصل دوم اساس مرد. فصل سوم مرد روشنفکر. فصل چهارم تکبر مردها تعیین کننده است. فصل پنجم ورزش‌های بزرگ. فصل ششم بیکار شدن. فصل هفتم ما نادان هستیم. فصل هشتم قرار ملاقات. فصل نهم نقاط کور. فصل دهم پسرها فقط به رابطه زناشویی فکر می‌کنند. فصل 11 تعهد. فصل 12 نقطه ضعف. فصل 13 ذات خائن مرد. فصل 14 بازی کلمات و فصل 15 شاد بودن از آن پس برای همیشه. اما فصل اول با مردها متفاوتن شروع میشه. با من همراه باشید برای کشف این کتاب عجیب و غریب. مردها زمانی به وجود آمدند که بهترین آشامیدنی‌ها و غذاها وجود داشتند. مردهای لاغر، حساس و خوش‌لباس بهترین محصول دهه 1970 بودند. مردانی جذاب، زنها مدتی جذب آنها شدند ولی خیلی زود فراموششان کردند. رسم و رسوم جامعه روی این محصول نیز تأثیرات زیادی گذاشت، طوری که استانداردهای مردانگی شروع به تغییر کرد و توسط فمینیست‌ها منع گردید و ما به تدریج دو عاملی را که باعث ثبات خانواده‌ها می‌شود درک کردیم: اهمیت به زنان و گذراندن اوقات مفید با کودکان. نظرات فراوانی در مورد مردها وجود دارد که بهترین ها را انتخاب و ما بقیه را حذف می‌کنیم. فوق‌العاده نیستیم، بی‌ارزش نیستیم، اما تغییر کردیم.
زنها هم تغییر کردند. به نظر من تغییرات مردها خیلی بیشتر از تغییرات شما خانم هاست. ولی مسئله این است که همیشه احساس میکنم خانم ها تغییراتشان را خیلی بررسی میکنند و تغییرات مردها را نادیده میگیرند. درک این موضوع راحت است. سبک زندگی خانم ها کاملا تغییر کرده است. در مقایسه با خانم ها مردها هنوز در قرون وسطی زندگی میکنند. ما هنوز مثل قدیم سر کار میرویم و به خانه برمیگردیم. تغییر ارزش‌ها، شرایط اقتصادی و اجتماعی و غیره سبب تغییرات زیادی در خانم‌ها شده است و آنها می‌توانند برخی از تغییرات را به راحتی توجیه کنند، ولی بیشتر این تغییرات به اراده خودشان رخ می‌دهد و تحت کنترلشان است. مردها نیز در معرض این تغییرات هستند، ولی چون تغییر کردن راحت‌تر از مبارزه با تغییرات است، تسلیم آنها می‌شوند. در جایی که این تغییرات ضروری نباشد و راحت بتوانند آنها را کنار بگذارند، جدی‌تر برخورد می‌کنند و انعطاف پذیری کمتری از خود نشان می‌دهند. مردها به تدریج قدرتشان را از دست می‌دهند و تسلیم می‌شوند. در رابطه با این موضوع بعضی از ما باوقارتر هستیم. محافظه‌کاران معتقدند که نباید پول مساوی برای کار یکسان پرداخت شود. در مورد دلیلش حرفی نمی‌زنیم. بعضی از ما مردها هم مهمات و اسلحه‌هایمان را برای از بین بردن تغییراتی که برخلاف خواسته‌مان است کنار گذاشته‌ایم. انتخاب هدف به این موضوع بستگی دارد که چه کسی ماشه را می‌کشد. مرد معتقد است که زنها نباید به کلوب بروند چون نمی‌تواند تصور کند که زنی در کاخ سفید باشد. برس‌ها برای زنها کار نمی‌کنند. زنها شروع به جنگ چریکی علیه تغییرات کردند و مردها در میان شعله‌های این آتش صدمه دیدند، چون زنها از قدرت خود برای ادعای حقوقشان خودداری کردند. برای مثال، پرداخت پولشان. وقتی زن و مردی با هم برای شام بیرون می‌روند، حتی سخت‌ترین فمینیست‌ها هم با مشکل مواجه می‌شوند موقع پرداخت صورت حساب. گویا روح مادر و مادر بزرگ‌هایشان کنترل آنها را در دست می‌گیرد. ناگهان دست‌هایشان سست می‌شود و نمی‌دانند که چگونه از این مخمصه فرار کنند. بسیاری از خانم‌ها نمی‌توانند به این ضعفشان غلبه کنند و انتظار دارند که مردها هزینه غذا را پرداخت کنند. می‌گویند او درآمد بیشتری نسبت به من دارد. اولا این موضوع اصلا صحت ندارد. ثانیاً اگر نامزدتان شما را به نهار دعوت کند، شک دارند اگر اختلاف قیمتی بین قهوه و دسر وجود داشته باشد، او با خود فکر کند که چه کسی باید این اختلاف قیمت را بپردازد. به نظر می آید که این نقش سنتی مرد هاست که زنها از آن سوء استفاده می کنند. اگر مرد تماس نگیرد خانم کاری نمی کند و اگر او نیاید خانم دنبالش نمی رود. روبرو شدن با تغییرات. این بی‌علاقگی نامتداوم مردها را گیج می کند. هاگ پیمانکار ساختمان است. نامزدی کوتاه مدتی با یکی از مشتریهایش داشت که فقط به 3 بار ملاقات ختم شد. اولین و دومین ملاقات قابل پیش بینی است که صرف شناخت بیشتر نامزدش شد. ولی سومی با یک رابطه گرم شروع شد و پر از قول و قرار بود تا اینکه هاگ به شرکت کیت نامزدش رفت تا او را به شام دعوت کند. از شرکت که خارج شدن خانم پرسید برای شام کجا می رویم؟ آقا گفت هنوز تصمیم نگرفتم. سوار ماشین که شدیم تصمیم میگیریم. کیت مدتی حرفی نزد. خیلی عصبانی. هاگ متحیر شده بود و با خودش فکر کرد که حتما کیت روز بدی داشته است. هاگ شروع به گفتن ماجراهایی کرد که در محیط کارش اتفاق افتاده بود، ولی کیت اصلا گوش نمیداد و در آخر هاگ پرسید آیا اتفاقی افتاده است؟ کیت گفت از من نخواه که بگویم کجا برویم. وظیفه تو است که چنین تصمیم‌هایی را بگیری. آن شب آنها در یک فست‌فود شام خوردند و آن آخرین ملاقاتشان بود. فکر کنم بعد از پایان این رابطه که کاملا برای هاگ غیر منتظره بود، کیت به اتفاقاتی که افتاده بود درست فکر کرد و به این نتیجه رسید که باید به رابطه‌اش خاتمه بدهد. آنچه باعث ایجاد دوستیشان شد این بود که هاگ بعضی وقتها وظایفش را انجام نمیداد. الگوهای اظهار عشق در ظاهر تغییر می‌کند، ولی در واقع ارزش‌ها و باورها برای مدتی طولانی ثابت و استوار باقی می‌ماند و گاهی اوقات تا پایان عمر دوام می‌یابد. کشمکش سبب به وجود آمدن استرس‌های زیادی در زندگی می‌شود و ما زنها و مردها برای رهایی از این استرس به هر حیله‌ای متوسل می‌شویم. تسلیم نمی‌شویم و زندگی آزادانه را می‌پذیریم.
تجزر را مخصوص فیلسوف‌ها می‌دانیم و همیشه دیگران را به خاطر مشکلاتمان سرزنش می‌کنیم. پنی خیلی منظم و باهوش است. کوچکترین جزئیات زندگی در یادش می‌ماند، ولی بن نقطه مقابل اوست. همیشه آشفته است. هیچ چیزی را سر جایش نمی‌گذارد و هیچ وقت قبض‌ها را به موقع پرداخت نمی‌کند. در طول مدتی که با هم زندگی می‌کردند، پنی حساب دخل و خرج خانه را به عهده داشت و این باعث اختلاف شدید بین آنها شده بود. بن خیلی تلاش می‌کرد ولی اصلاح پذیر نبود. وقتی پنی از روی بیمیلی آنجا می‌ماند، می‌خواست به بن بفهماند که اصلاً اوضاع خوبی نیست. همیشه آخر ماه با هم دعوا می‌کرد. در مورد پنی می‌توان گفت که ریشه باورها و ارزش‌هایش مربوط به تصورش از مردها می‌شد. شاید پدرش پشت میز شام می‌نشسته است و پول اجاره خانه، صورت حساب‌های ماهانه و باقی مخارج زندگی را حساب می‌کرده است. در نتیجه زندگی بن با اصول زندگی پنی به عنوان یک زن امروزی ناسازگار بود. او معتقد بود که وظایف باید به طور مساوی تقسیم شود و وظایف نادرستی را همیشه به بن می‌سپرد، به این امید که شاید به خاطر او مسیر زندگیش را تغییر بدهد. دلیل ناسازگاری آنها این بود که بن تا حدودی خودسر و لجباز بود. آنها عاقبت از هم جدا شدند و هنوز هم چک‌های بن برگشت می‌خورد. هر شخصی وضع و موقعیت خاص خودش را دارد. اینها چیزهایی هستند که دوست داریم همانطور که هستند حفظشان کنیم. شأن هر شخصی میتواند با قوی یا ضعیف بودن و از دست دادن فرصتها بهتر یا بدتر شود. متاسفانه به سختی خودمان را با شرایط سازگار میکنیم. زمانی که زن و مرد با هم ازدواج میکنند شگفت‌آور است. همه تلاشمان را میکنیم تا دو شخصیت مستقل از هم را با هم سازگار کنیم، مثل اینکه دوباره به حرف جان کندی در رابطه با تجارت جهانی در دهه 1960 رسیدیم. چیزی که برای ماست و آنچه که برای شماست قابل داد و ستد است. فکر این جمله میتواند به خوبی دلیل فاصله عمیقی را که بعد از پیروزی‌های اولیه بین فمینیست‌ها افتاد توضیح بدهد. آنها در سالهای اخیر فعالیت‌های زیادی نداشتند. شاید دلیلش این است که زنها توسط سیمخواردارهای شخصیت اجتماعیشان محدود شدند و از آن زمان انتقاد دائم مردها شروع شده است و آنها در بحث‌ها میگویند هر آنچه که برای شماست قابل بحث است. اصل موضوع آنه خانمی جذاب و زیباست و او نتوانسته با هیچ کس رابطه دوستانه طولانی مدتی داشته باشد تا اینکه بالاخره با مردی نامزد می‌کند که خیلی با هم سازگار هستند و کنار می‌آیند. او یک روز به من تلفن کرد و گفت که نامزدش فوق‌العاده جذاب است و او را خیلی دوست دارد. همه چیز عالی است به جز، وقتی کلمه به جز را خیلی میشنوم حالت تدافعی میگیرم. خانم گفت فکر کنم به اصول زنانه‌ام پشت کردم. واقعیت این است که دوست دارم با نامزدم رابطه بهتری و نزدیکتری داشته باشم. پرسیدم آیا این این خلاف اصول زنان است؟ جواب داد بله. از نظر ما زنها وابستگی زیاد به مردها اصلا خوب نیست. خیلی وقتها به این مسئله فکر میکنم. چرا که نه؟ چرا نباید به هم وابسته شویم؟ وابستگی یکی از جالبترین چیزهایی است که در رابطه مرد و زن وجود دارد. تفاوت‌ها را جشن بگیریم. نزدیک 40 سال است که با این افسانه زندگی می‌کنیم که زنها و مردها برابر هستند. افسانه کلمه اغراق‌آمیزی است و باید بگویم که من از آن برای انتقاد به اصول اولیه فمینیستی استفاده نمی‌کنم. اصولی که تأثیرات خوب و بد زیادی روی ما گذاشته است. نمی‌توانم قبول کنم که جنسیت مسئله ساده‌ای باشد و فقط شامل تفاوت دستگاه‌ها و اعضای بدن باشد. از گروهی مردهای فمینیست خواستم که تفاوت بین زن و مرد را توضیح بدهند ولی نتوانستم. از فیل دوناهو که برنامه‌های زیادی در تلویزیون در مورد انتقاد و تحلیل مردها پخش می‌کرد خواستم که کلمه مردانگی را تعریف کند و نتوانست. واقعاً تفاوت بین زن و مرد وجود دارد. چرا انکارش می‌کنید؟ ما باید برای این تفاوت‌ها ارزش قائل باشیم و مطمئن باشیم که شباهت‌هایی نیز وجود دارد. هر دوی ما قلب، ریه داریم، چیزهایی که شبیه هم هستند. حتی در مسائل عاطفی نیز اعتقاد دارم که زن و مرد هر دو خواهان عشق ورزی و دریافت عشق هستند. این چیزها بین همه انسان‌های کره زمین مشترک است.
با این حال ما دقیقاً مثل هم نیستیم. یکی نیستیم. دنیا را از زاویه دید متفاوتی می‌بینیم. چشم‌اندازهای متفاوتی داریم. حتی به زبانهای متفاوتی صحبت می‌کنیم. یکی از دوستان طنز پردازم میگوید که به دنیا به صورت کمدی و طنز نگاه می‌کند. وقتی پرسیدم که منظورت از این حرف چیست، گفت مردم می‌توانند به تمام اشیای اتاق نگاه کنند. تلویزیون، صندلی، لامپ. واقعیت یکیست، ولی طرز نگاه هر یک از ما با دیگری متفاوت است. باید تفاوت‌ها را جشن بگیریم. اگر نقش مردها را در ذهنمان کمرنگ کنیم، برای من غریبه می‌شوند و نمی‌توانیم با آنها ارتباط برقرار کنیم. و این همان چیزی است که زنها خودشان اعتراف می‌کنند. دوست ندارند اتفاق بیفتد. شرهایت در کتاب خودش در رابطه با مردها بخشی دارد که در آن در مورد مردهایی که با فمینیسم مخالفند می‌نویسد. او میگوید این مردها باور دارند که زن و مرد حق و حقوق و فرصت‌های مساوی دارند، ولی معتقدند که زنها باید زن باشند و به مردها کمک کنند که احساس مرد بودن کنند. توصیه‌های کتاب را چندین بار خواندم، ولی نتوانستم بفهمم که با احساس ناخوشایند مردها نسبت به تساوی حقوق زنان موافق است یا نه. چرا آن نظریه با تساوی حقوق زنان مخالف است؟ چون این نگرشی به کسی ضربه نمیزند، بلکه کمک هم میکند. باید به تفاوت‌هایی که در شخصیتمان وجود دارد توجه کنیم. بیایید تبدیل به عروسک‌های کن و باربی با جسم غیر قابل تغییر نشویم. فصل دوم. اساس مرد. شاید برایتان خیلی غیر منتظره نباشد، ولی قرار است رو راست باشیم. و باید بگویم که مردها کاملا میتوانند نسبت به مسائلی که تأثیر عمیقی روی زنها میگذارد بی تفاوت باشند. قبل از اینکه در امواج گوشه و کنایه ها غرق شوم، بگذارید بگویم ما عمدن نمیخواهیم که سنگدل باشیم. ما خودمان را به آن راه نمیزنیم تا از دست گوشه و کنایه های شما خلاص شویم. الگوهای رفتاری که زنها را سخت متحیر میکند تحت تاثیر جنسیت ماست. منظورم این است که کروموزوم‌های ما دلیل این گونه رفتارهاست و باعث می‌شود سالگرد ازدواج و تولدمان را فراموش کنیم. نکته این است که مردها زن نیستند. مردها خیلی ساده‌تر از زنها هستند. آنها خیلی راحت‌تر و بی‌خیال‌ترند. مردها متفاوت هستند. تفاوت‌های شخصیتی مردها بیشتر از تفاوت‌های جسمیشان است. با گفتن اینکه مردها ساده‌تر از زنها هستند، می‌توانم مانع سوء تفاهم خانم‌ها شوم. گاهی اوقات معنای یک کلمه دردسرساز می‌شود. به خیال می‌تواند به معنای کاهل و ناقص باشد و این همان مفهومی نیست که من می‌خواهم منتقل کنم. منظورم این نیست که به راحت طلبی و بیخیالیمان افتخار می‌کنیم. همانقدر که خوب است می‌تواند بد هم باشد. بیایید از پیش قضاوت نکنیم و به یک نمونه کلاسیک تفاوت زن و مرد توجه کنیم. اسم خانم دوبی است یا دبی است یا دبی است و مهارت خاصی در ایجاد ارتباط با همسرش ریچارد دارد. دبی و ریچارد در کالیفرنیا زندگی می‌کنند و زمان زیادی را در ماشین در بزرگراه می‌گذرانند تا به محل کار یا خرید بروند. خانم سیدی مورد علاقه‌اش بیلی جول را در ضبط می‌گذارد و صدایش را بلند می‌کند. دبی وقتی عصبانی است به نوار بیلی جول گوش می‌دهد. به جای اینکه خودش در مورد عصبانیتش صحبت کند، اجازه می‌دهد که بیلی جول حرف دل او را منتقل کند. بیلی جول احساس دبی را در مورد موضوعات پیش آمده بیان می‌کند. برای ریچارد اصلا مهم نیست که خواننده چه می‌گوید و چه پیغامی دارد. او فقط به موسیقی گوش می‌کند. خشم دبی که علامت شروع جر و بحث است، در مه دود لس آنجلس گم می شود. زمانی که دبی در مورد تکنیک سیدی بیلی جول و عادت ریچارد در عدم توجه به خواننده صحبت کرد، به او تبریک گفتم و واقعا شگفت‌زده شدم. اغلب مشکل است که عصبانیت و ناراحتیمان را به کسی که دوستش داریم نشان بدهیم. نظرتان چیست که همیشه از راه‌های غیر مستقیم برای بیان مشکلاتمان استفاده کنیم و رو در رو صحبت نکنیم؟ سیدی بیلی جول ایده خوبی بود، ولی کارآمد نبود. یک روز من و دبی سوار ماشین شدیم و من آهنگ مورد علاقه اش را گذاشتم و گوش دادم. بعد پرسیدم دبی چرا این کار را میکنی؟ به نظر او خیلی تیز است؟
با سرعت 110 کیلومتر در ساعت در بزرگراه رانندگی می‌کند و می‌خواهی که شعر خواننده را هم آنالیز کند؟ چه کسی می‌تواند این کار را بکند؟ به من توضیح بده. من هنوز نمی‌توانم منظور او را بفهمم. چرا فکر می‌کنی ریچارد باید بفهمد؟ برایش توضیح بده. چیزی که برای دبی کاملا واضح است، برای ریچارد نامفهوم به نظر می‌آید. ریچارد انسانی غیرعادی نیست. او فقط یک مرد است. زنها منظور همدیگر را به راحتی می‌فهمند، در حالی که بهتر است منظورتان را کاملا واضح به مردها بگویید. حقه مجله قدیمی. جیل ویژگی خاصی داشت که باعث علاقه‌مندی واین به او میشد. مدت‌ها بود که با هم نامزد بودند و رابطه خیلی خوبی داشتند و تصمیم گرفته بودند که با هم ازدواج کنند و این مشکلی داشت و ممکن بود نتواند تا آخر عمر به وظایف همسریش پایبند بماند. واین میخواست این موضوع را به جیل بگوید. این کار برایش خیلی سخت نبود، ولی نمیتوانست حدس بزند که جیل چه واکنشی نشان میدهد. میخواست صادقانه با مشکل روبرو شود. معمولا در چنین شرایطی نمیگویند اوه فکر میکنم کسانی هستند که بدشان نمیآید دیگران فریبشان بدهند. موقعیت حساسی. او کاری شبیه ابتکار خلاقانه دبی سیدی بیلجول کرد. مجله‌ای در مورد مسائل خانم‌ها خریداری کرد و تست‌های مربوطه را جواب داد و هر چه به ذهنش میآمد صادقانه نوشت. همه سوالاتی را که مربوط به مشکلش میشد با دقت پاسخ داد. بعد مجله را روی بالش تخت جیل گذاشت و منتظر ماند. واین مثل بیشتر مردها به آن نگاهی انداخت و گفت عزیزم مجلت را اینجا جا گذاشتی، لازمش داری یا آن را دور بیاندازم؟ این انتظار زیادی است که او نکته سنج باشد. در نهایت جیل متوجه شد که باید دل به دریا بزند و مستقیم موضوع را به او بگوید. روش خوبی بود. جیل کاملا متوجه منظور واین نشد و کمی ترسید و این تا حدودی توانسته بود او را در جریان مشکلش بگذارد و به جیل گفت خیلی مطمئن نیستم، ولی شاید در آینده نتوانم با تو ادامه بدهم. حداکثر تلاشم را میکنم، ولی نمیدانم که چه اتفاقی میافتد. آنها قرار ازدواجشان را به هم زدند، ولی هنوز هم با هم رابطه خوبی دارند. شاید آنها در آینده دچار مشکل میشدند و شاید هم نمیشدند، ولی صداقتشان باعث شد که همیشه با هم بمانند. زنها به راحتی علائمی را میفرستند و دریافت میکنند، ولی مردها نمیتوانند. چرا؟ یک نظریه این است که شاید نقش سنتی مردها در حفاظت از خانواده آنها را ملزم کرده است که چیزها را همانطور که هستند بپذیرند. غریبه‌ها برای مردها دشمن به حساب میآیند و همیشه میبایست قبل از آنالیز وضعیت دست به کار شوند و واکنش نشان دهند. کسی که سرعت عمل ندارد بازنده است. خب تا نیمه های فصل دوم رو من تونستم براتون در این وقت کوتاه بخونم. امیدوارم اگر از روایت این کتاب خوشتون اومده برای خودتون تهیه کنید و کتاب رو بخونید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدار.